به نام یزدان، هفت پیکر نظامی. با پیکر ششم از هفت پیکر نظامی برگشتیم. روز پنجشنبه، رنگ قهوه‌ای. پس از پایان داستان روز چهارشنبه، روز پنجشنبه که منسوب به سیاره مشتری است، بهرام به سوی قصر قهوه‌ای رنگ خود روان شد و بانوی قصر افسانه‌ای برایش گفتن آغاز کرد. دو جوان روزی شهر خود را به مقصد شهری دیگر ترک گفتند و توشه و ذات سفر برداشتند و سفر پیش گرفتند. یکی از آنها نیک نام داشت و دیگری شر. از قضا هر کدام را یک گوهر زیبا و گران قیمت در میان اسباب خود بود و یک قمقمه آب. هر دو دوشادوش هم سفر خود طی کردند تا آن زمان که به بیابانی خشک و بی آب و علف رسیدند. خیر گمان می کرد که این بیابان زود به انتها می رسد و آب و آبادانی نزدیک است، اما شر می دانست که این برهوت را پایانی نیست و راه دور و درازی تا آب و برکه باقی مانده. اما از ذات بد خود به خیر چیزی نگفت و خیر تمام آب خود را خورد و شر آب را برای خود ذخیره کرد. راه را ادامه دادند و تشنگی عرصه را بر خیر تنگ کرد و گرمای بیابان راه نفسش را برید. اما شر جرعه آب بدون نداد و خود از همان آب ذخیره کرده رفع آتش می کرد و خیر در آتش آتش می سوخت و می دانست که شر را آبی هست و از او دریغ می دارد و این رسم همسفری نیست، اما از او درخواست آب نمی کرد تا اینکه چند روز در بیابان گذشت و تشنگی بر او چیره شد و زبان التماس گشود که مردم از تشنگی، دریاب مرا و آتشم را بکش به مشتی آب و از روی مردانگی شربتی از آن آب زلال بر من بخش و اگر همتت نیست آب را از تو میخرم. گوهرهای مرا بگیر و مرا لختی آبی ده. شر بدزاد پاسخ گفت نمیتوانی مرا فریب دهی. میخواهی گوهرهایت را به من بدهی و وقتی به شهر رسیدیم بگویی من آنها را دزدیده‌ام؟ من فریب گوهرهایت را نمیخورم. خیر التماس و زاری کرد و شر شرطی گذاشت که اگر چشمانت را به من دهی من به تو جرعه آب میدهم. خیر قبول نکرد و روز دیگر به آتش گذشت، اما تشنگی طاقتش را بریده بود و صبرش را ربوده. در حسرت یک جرعه آب میسوخت. به ناچار شرط را قبول کرد و شر شمشیر برداشت و به ضربت تیغی چشمان آن بیچاره را از کاسه بیرون آورد و بر خاک انداخت. گوهر و اسبش را برداشت و حتی جرعه‌ای هم آب به او نداد و راهش را کشید و رفت. خیر ماند و درد چشم و ظلمات کوری و تشنگی. کردی از مهتران بزرگ صحرانشین و کوهنورد گله‌اش را چرا آورده بود. همراه او چند خانوار دیگر نیز بودند که او از همه آنها توانگرتر بود و برای جمع آوری علف به صحرا می رفت و گله را دشت به دشت می چرخاند. کرد را دختری بود که به جمال لعبتی بود، ترک چشم و هندو خال، ریسمان گیسوانش تا به پا می رسید و چشمان مستش سحر بابلی به سخره گرفته بود. از قضا همان روز دختر کوزه آب کرد و راه صحرا گرفت تا کوزه را به پدر رساند و در راه ناگهان صدای ناله‌ای شنید و به دنبال صدا رفت تا مردی دید به خاک افتاده بی چشم و لب از تشنگی خشک که از درد به خود میپیچید. دخترک گفت این ستم که بر تو روا داشته؟ خیر چون صدای او شنید به او گفت ای فرشته فلکی به دادم برس که از آتش هلاک شدم، قطره آب به من برسان. دختر از کوزه به او آبی داد و دو چشم از کاسه در آمده را بر چشم او گذاشت و چون هنوز پیه چشمش خشک نشده بود امید بهبودی بود. سپس به خانه رفت و خادمی از خادمان خانه را برای کمک به او فرستاد. خیر را برداشتند و به چادر کرد بردند
و جای دادند تا زمانی که مرد کرد از راه رسید و آن جوان بیچاره را بدان روز دید. علاج را مرد کرد می دانست. دختر التماسش کرد و پدر به دنبال برگ درخت رفت. دختر برگ را کوبید و آبش گرفت و بر چشم او نهاد تا از سوزش درد کاسته شود و روشنایی به چشم او بازگردد. چندی بعد بهبود یافت و آنجا ساکن شد و هر روز با مرد کرد به گله‌داری به صحرا می رفت. چون داستان خود و شر را برای او گفت، نزد او عزیزتر شد و همگان لعنتی بر شر فرستادند و خیر هر روز نامیتر و گرامیتر می شد. دختر کرد را دل با خیر بود و خیر نیز از مهربانی های او بر او دل بسته بود. خیر با او سخن نگفته بود و رویش را ندیده بود، اما گاهی صدایش را شنیده بود و در هنگام بیماری حریر دستش را بر چهره خود حس کرده بود. اما از شرم یارای خواستن دختر از پدر را نداشت و با خود می گفت چنین دختری با این کمال و جمال نتوان با درویشی چون من جفت کرد. رسم میهمانی نبود که در آن خانه بماند و چشم بر دختر خانه داشته باشد. پس روزی برگساز سفر ساخت و برای اجازت پیش کرد رفت. کرد او را گفت تو از غریبان بسی ظلم دیده ای، رفتن را به صلاحت نمی دانم، اینجا بمان. مرا همین یک دختر است که او نیز چیزی از کمال کم ندارد. اگر دلت با من و دختر من است اینجا بمان و دامادی من کن که من تو را بسی عزیز می دارم. خیر که این خوشدلی بدید سجده کرد و خدای را شکر گفت. بساط نکاتشان فراهم شد و خیر در کنار آنها بماند و روزگار به خوشی بگذرانید تا اینکه زمان سفر و کوچ به دیار دیگر از راه رسید. چون گاه رفتن شد، خیر بر آن درخت که برگش علاج چشم او بود رفت و چند برگش را جمع کرد و با خود برد. یکی از علاجهای آن برگ علاج سر بود و دیگری علاج بینایی. آنها راه پیمودند تا اینکه به شهری رسیدند که دختر پادشاه آن دیار سر داشت و اطبا از درمان او عاجز بودند. پادشاه قرار کرده بود هر کس علاج سر او کند دختر را به عقد او درآورد و او را ولیعهد خود کند. خیر چون این بشنید نزد شاه رفت و از آن گیاه شربتی ساخت و به آن دختر داد. دختر آن شربت نوشید و غبار سر از مغزش دور گشت و حال خوش گشت. پس شاه شرط خود را به جای آورد و دختر خود را به عقد خیر درآورد. از قضا وزیر را دختری بود دلربا و بسی زیبا که ابر سیاه آبله بر خورشید چشمانش نشسته بود و بیناییش را از او گرفته بود. پس خیر از آن گیاه بر چشم او نهاد و چون چشم او نیز درمان شد با خیر جفت گشت و خیر که اول روز شر بدزاد گوهرش را دزدیده بود اکنون 3 گوهر در خزانه دل داشت، یکی از دیگری زیباتر. چندی بعد به مقام پادشاهی آن دیار رسید و بذل می کرد و احسان. مردم همه دعاگوی او بودند و اما بشنوید از شر که در بازار با جهودی در حال منازعه بود که خیر او را بدید و بشناخت. پس مردی را فرستاد تا او را به قصر بیاورند. او را آوردند و او بیخبر از اینکه شاه همان خیر است زمین بوسه داد. خیر از او پرسید نامت چیست؟ شر پاسخ داد مبشر سفری. خیر گفت من تو را می شناسم، تو یک نام بیشتر نداری و آن شر است. دستور داد به تیغش بزنند و در دم سر آن ملعون را از بدنش جدا کردند. خلقی را از شر او در امان شد و این چنین گوهر نیکی خیر او را از خیرهای بیشمار نصیب کرد و سالیان سال به عدل حکم راند و به خوشی کام. پایان پیکر 6. دوستای گلم، مشتاقم نظرتون رو درباره کارها و سرنوشت خیر بدونم.